یه دستمال جلوگیری میکنه از یه ضرر چند میلیونی. یه ابیابی خفن توی ماشینت انجام میده. اینو باز کن، یه استارت میزنی، 10 ثانیه بعد خاموشش میکنی. یه دستمال میدی میره داخل مخزن هیدرولیکت، کامل نمیخواد بدی پایین، یه ذره. دستمالو میکشی بیرون. اینجا رو نگاه کن، یا خدا چقدر پلیسه رو دستماله. این نشون میده که توی روغن چقدر پلیسه در گردشه. جدا از اون اینجا رو نگاه کن، کلن کثیفه. همین باعث میشه اتفاقی که برای ماشین افتاده برای شما هم بیفته. چی شده؟ تمام این پلیسا اومده پشت سوپاپ پمپ هیدرولیک، فشار پمپ رو انداخته و پمپ مسدود شده. فرمون کلا سفته. اگه این حالت رو داشتی، روغن هیدرولیک رو سریع عوض کن. پست بعدی هم در مورد این میخوام بذارم که چطور این پلیسا رو از تو پمپ هیدرولیک از روی سوپاپ آزاد کنی که فرمونت نرم بشه. اگه دوست داری پستشو بذارم براتون، توی کامنت ها بنویس، موافقم.